با سلام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز آموزش نقاب زیب شلوار رو بهتون دارم میدم که زمانی که شما میخواین توی شلوار زیب نزنین و یه نقاب داشته باشه که محل جلو و پشت رو مشخص کنه، به این صورته که حدود 3.5 تا 4 سانتی متر بعد از این که هلال فاق و برش زدین، از بالا به اندازه همون 18 تا 20 سانت بستگی به سایز طرف داره که چقدر این بتونه بلندتر باشه، یه دوخت میزنین به این صورت. چون فاق بعدا میخوایم با قسمت پشت جفت کنیم، الان نمیدونم. این قسمت رو سردوز میکنین کاملا و با اتو میخوابونیم به طرفی که چون خانم‌ها حالت راست به چپ قسمت زیب شلوارشون میخوابه، ما این نقاب رو به این صورت راست به چپ میذاریم و یه دوخت تزئینی. ببینین انتهای اون نقاب به این صورته که این حالت. حالا یه دوخت یا گرد یا اوریب به اینجا میزنین، مخصوصا تو شلوارایی که به این صورت ببینید بسته شد، مخصوصا تو شلوارایی که قراره قسمت دور تا دور شلوارمون کشدوزی بشه، برای اینکه پشت و جلو مشخص بشه و بهترم نشون بده کار، این نقاب دوخت میزنین که ولی این قسمت زیب نداره. حالا گاهی اوقات تو شلوارای پیلی داری که پیششون هم حتی کمر میخوره، فقط پشتشون هم کش میخوره، استفاده میشه و این کار برای کارهای تابستونی و یا کارهایی که کش میخوایم بزنیم زیباست.